گلی را بلبلی دل بیقرار کاری گل خنده بلبل نازنینی کاری گل خنده بلبل نازنینی بری بلبل چناز آواز بازینی یاری دیدی وری دست آوازینی گلی را بلبلی دل بیقراره بهار اومد همه جا سبز زاره گلی را بلبلی دل بیقراره خوبه بلبل گلی ورده بونی قشنگه یاری را آواز بخونی خوبه گل بلبلی قدری بزونی گلی را بلبلی دل بیقراره بهار اومد همه جا سبز زاره گلی را بلبلی دل بیقراره مکه دور و بندون بشم گیر و کفادا گریه بندون گلی را بلبلی دل بیقراره بهار اومد همه جا سبز زاره گلی را شده خوبه بگرم یندی بالی بدا خوبی بمونو یادگاری گلی را بلبلی دل بیقراره بهار اومد همه جا سبز زاره گلی را بلبلی دل بیقراره بری تا یندی احوالی دفرسم بری تا یندی احوالی دفرسم بری تا یندی تنها پس مرزم چه خوبه بی وفایی گفتستم گلی را بلبلی دل بیقراره بهار اومد همه جا سبز زاره گلی را بلبلی دل بیقراره الهی خانتان آباد گردد جوانان شما داماد گردد عروست صاحب گهوار گردد گلی را بلبلی دل بیقراره بهار اومد همه جا سبز زاره گلی را بلبلی دل بیقراره شایسته تشکیلتون بفرمایید. دست شما در
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید و تقدیم تشکر از پانیان اجازه. دوستان عزیزی که این به اصطلاح موسیقی یا این نوروز داره میشنوند فکر میکنه که یه نوع نوحه است یا مرثیه‌خوانی است. دوستان عزیز، این در زمانهای قدیم در دل شب در 11 شب زمانی که سکوت و آرامش بود و کسی که در خواب بود، اگر کسی که این صدا رو ضبط کردن حتما در خونه خودشون در دل شب اینا گوش کنن. این نوایی که انسان رو به آرامش میده، ولی شاید الان یه مقداری حالت حزن‌انگیز داشته باشه. این نوای حزن‌انگیز نیست. من تقاضا دارم که خیلی اعتراض میکنه که آقا چرا مثلا این نوروزخوانی شما یه مقداری حالت ناراحت کننده است. نه، موسیقی برای خودش یک عالمی داره. زمان و وقت موسیقی ها فرق میکنه. یه وقت برید یک ساعتی باید یک موسیقی شاد گوش کنید، یه وقت موسیقی آرام گوش کنید. این یه دستگاهی هست که در آرامش، یعنی فقط اون حالت لایلایی رو داره که مادرها برای بچه‌های خودشون میخونن. خیلی ممنون و تشکر. بله، خیلی ممنونم از شما. تشکرشون بفرمایید. دست شما درد نکنه، زحمت کشیدید. زبان ستیز یا الخبر راهنیم به لحظات ملکوتی از آن نزدیک میشیم. من با افتخار دعوت میکنم